بیا در خدمت های فتح‌اللهی هستیم با خفن‌ترین موتور ایران 8 سیلندر. بذار خودش توضیحات کامل بده. موتور 8 سیلندر بلیزر 5700 سی سی 180 اسب بخاره، همش با دست ساخته شده، مجهز به گاردون، دفرنسیال، دنده عقب. تمام قطعاتش هم از روی نمونه آمریکاییش ساخته شده، شکل اون در اومده، همش هم با دست ساخته شده، از باک و شاسی و سینی و گلگیر و دو شاخه و فرمون. اصلا مگه داریم؟ باید یه در نزدیک ببینید. گوش کنید صداشو بچه‌ها. نداریم تو ایران، کسایی رو داریم که هیچ جای دنیا وجود نداره. آقا دمت گرم، خیلی حال دادی، دم شما گرم.